کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 2 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 دقیقه یک کودک 10 ساله ساکن دهه پتوو جماعت دیات شگنو نویه خوالینگ ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان امروز یک گروه دوستانش با مقصد جمع‌آوری زنبوروغ به کوههای اطراف دهه‌شان رسیدگی شدند، اما متاسفانه هنگام گذشتن از دریای پتوو پای این کودک لغزیده و او به آب افتاده غرق شد. جسد کودک غرمرگ را 50 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کرده از آب بیرون کشیدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت طی روزهای آخر ساکنان را چندین بار هشدار داده بود که در این روزهای خطرناک و پربارش بخصوص در کوهستان چاره‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند و در این روزها از رفتن به کوه‌ها برای جمع‌آوری زنبوروغ و گیاها یا هیزم و یا برای شکار و ماهیگیری و یا سیر و گشت خودداری کنند. رعایت نکردن این توصیه‌ها به چنین عاقبت‌های ناخوش مثل مرگ این کودک در خوالینگ می‌آورد. تذکر داده است کمیته با این هشدارها و توصیه‌های مقامات ضد دخل خلق نظری نکنید. تمام قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنید. بی‌خطری حیات شما در دست خود شماست، گفته می شود در هشدار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده.